مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. صبح امروز روزنامه جامعه جمع یه خبری رو منتشر کرد که این خبر حسابی در فضای مجازی وایرال شد. البته نمونه‌های مشابه این خبر تا الان 123 بار دیگه منتشر شده بود. اون هم احضار ساشا صبحانی، امیرحسین مقصودلو همون تتلو و دنیا جهانبخش به دادسرا به دلیل داشتن سایت‌های شرط‌بندی و قمار بود و از قول محمد امین تقویان بازپرس شعبه 8 دادسرای جنایی تهران که این خبر رو تایید کرده به روزنامه جامعه جمع، گفته که این 3 نفر کلاهبرداری کردن و اگر به دادسرا احضار نشن برای اونها قرار بازداشت صادر میشه. و توی جزئیات خبرم گفته که یه زن و شوهری اوایل زمستان امسال رفتن یه شکایتی در پلیس فتح تهران مطرح کردن که گفتن که اینا در دام باندهای سایت‌های شرط‌بندی گرفتار شده بودن و خلاصه سرمنشأ اینا رو زدن. متوجه شدن که آره این مدیران سایت‌های شرط‌بندی 3 نفرن، ساشا و تتلو و دنیا، در صورتی که هر عباس باتری ساز و سکینه سبزی فروشی میدونن که مدیر سایت‌های شرط‌بندی دکتر و پسرش فرشیدن، یعنی سایت‌های اصلی مال اوناست. اما چرا اسم این 3 نفر الان اومده؟ امروز میخوام پشت پرده این خبر رو برای شما افشا بکنم که ببینید که داره در سیستم نمیدونم خبررسانی توی ایران چه اتفاقاتی میفته. عموما به محض اینکه در هر دوره‌ای دوستان سیاسی و برای بچه‌های مذاکره کننده میرن و مذاکرات بین‌المللی انجام میدن و به نتیجه نمیرسن، نتیجهش افزایش تحریم ها میشه. افزایش تحریم ها که صورت میگیره یعنی امریکا میاد میگه ما تحریم های بیشتری رو باید اعمال بکنیم، اتحادیه اروپا همینطور، نمیدونم یه سری کارهایی که ایران باید انجام میداده، اصطلاحاً اطمینان میداده به آژانس بین‌المللی هستی. چقدر بحث سیاسی شده اصلا به من نمیاد این درسه، ولی خب به شما بگم که چقدر اینها به همدیگه مثل کلاف سردرگم وصله. خلاصه این اتفاقات که میفته نتیجهش میشه تحریم های بیشتر. به محض اینکه مثلا ساعت 7 شب 8 شب اعلام میشه که تحریم های بیشتر علیه ایران داره اتفاق میفته، 24 ساعت بعدش یه دفعه میبینید قیمت دلار و طلا بر اساس استانداردهای جهانی اگر یک کشور تحریم بشه باید بره بالا، اما تو ایران چه اتفاقی میفته؟ میاد پایین. روز دوم میاد پایین‌تر، روز سوم میاد پایین‌تر، روز چهارم سخنگوی دولت میاد میگه که بله متوجه شدید ما قیمت دلار 34,000 تومان بود، در قیمت دلار رو تا 30,000 تومان تا 29,000 تومان کاهش دادیم و این تحریم ها هیچ گونه اثری بر ملت ایران نداره. راستم میگه، خود آقازاده ها و خودشون همشون کارخونه دارن و پول دارن تو اروپا، تا همین آلمان همشون پول دارن، وضعشون هم توپه، تکشون هم نمیگزه دیگه. بقیه کشورها بمانند، سیستم دور زدن تحریم ها و اقتصاد همه اینا دست خودشونه، هیچ گونه تکونی خودشون نمیخورن ولی بقیه تکون میخورن، خیلی ویبره میزنه زندگیشون، هشتشون رو گروه نوهشون. و بعد از اون 4-5 روز که موج تحریم ها و اخبار رسانه ها خوابید، میگن خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید قیمت طلا رو برگردونیم به قیمتی که روز اول تحریم ها اتفاق افتاده. قیمت یورو و دلار رو سوسکی میبرن بالا، میکنن 40,000 تومان. 40,000 تومان دقیقاً فردای روز تحریم ها بعد اتفاق میافتاده، ولی اینا چون در جامعه جهانی نمیخواستن کم بیارن 4-5 روز مقاومت میکنن که بگن که ما پوزتون رو زدیم و بعدش میبرنش رو به 40,000 تومان. درست مثل مذاکرات قبلی که دلار 23-4,000 تومان بود، آوردنش تا 16-17,000 تومان. حتی رئیس اسبق بانک مرکزی آقای همتی هم گفت دلار 16-17,000 تومانه، ولی بعد ما دیدیم رسید به 30,000 تومان. رسیدن به مذاکرات بعدی که الان رسیده بود به 33-4,000 تومان، برگردوندن رو 30,000 تومان. الان ببینید به 40,000 تومان سلام میکنه یا نه. حالا وقتی که اینا میخوان که این
موج خبرها و این تشنجات اتفاق نیفته، دیروز بازاریان تعطیل کردن، همه افراد مختلف اصطلاحاً بیزینسی در داخل ایران، بیزینس اقتصادی منظورمه، واکنششون دادن به این خبر، گفتن که آقا اون خبر هر بیا بزنیم 3 تا شاخو می‌خوایم بگیریم. بابا شما 20 سال اینا رو می‌خواید بگیرید، 20 سال برای اینا قرار بازداشت صادر کردید، 200 سال براشون اینترپل زدید، بعد میگید که بعد بیان دادسرا صبح اول وقت، اینا حتما دادسرا خواهند بود. پس نتیجه میگیریم شما برای اینکه بخواد جامعه رو ببرید به یه سمت دیگه، اخبار جامعه رو ببرید سمت دیگه، حواس مردم رو ببرید به یه سمت دیگه، این نوع خبرها رو شما پوشش میدید. وگرنه من یه سوال دارم، آقا سوالای من اگر غیر منطقیه بفرمایید بگید زیر این ویدیو. تو طول این چند سال گذشته، 5-6 سال گذشته که سایت‌های شرط‌بندی دارن کار میکنن، با درگاه بانکی ایران دارن کار میکنن، زیر نظر خودتون دارن کار میکنن، بانک‌ها هم که مال خودتونه، حساب‌های بانکی هم که مال خودتونه، خودتون هم کامل میتونید مدیریت بکنید، خودتون میتونید بفهمید چه پولی داره میاد، چه پولی داره میره، و وقتی یه گردش مالی 1000 میلیاردی در هفته انجام میشه، 1000 میلیارد آلارم بعد بزنه تو سیستم خراب شده بانک مرکزی. خب وقتی که همه اینا داره اتفاق میفته، خب مشخصی یه نفر توی اون سیستم دست داره توی این حرکت پول‌ها در داخل بانک‌های ایران که بعدش بخوایم این پول‌ها رو جابجا. چرا در طول این 5 سال گذشته یک آدم دولتی که داره همکاری میکنه با سایت‌های شرط‌بندی بازداشت نشد؟ چرا یک نفر از آدم‌هایی که تو بانک بودن احضار نشدن و توی رسانه‌ها بیان اسمشون رو ببرن؟ چرا یک نفر از آدم‌های پرنفوذ شما اسمشون رو نمیارید؟ همش میگن فلان شاخ مجازی، فلان شاخ مجازی، فلان شاخ مجازی. فقط اسم شاخه‌های مجازی رو میارن، انگار بانک‌ها مال ایناست، انگار اینا دارن این پولای میلیاردی رو جابجا میکنن، انگار اینا هستن که دارن حرکت پول رو انجام میدن. پس شما چیکاره تو مملکت؟ حرکت پول داره چجوری انجام میشه؟ اینا رو بذارید کنار. نکته مهمتر، تو طول این سال‌های گذشته هزاران میلیارد تومان پول بلاکه شده. طبق ادعای خود رئیس پلیس فتا و سایر مقام‌های مسئول اومدن گفتن که ما مثلا 2000 سایت شرط‌بندی رو مسدود کردیم، نمیدونم 10,000 تا حساب بانکی رو مسدود کردیم. برید بزنید خبراش هست، یعنی اصلا نیاز به آمار و ارقام نیست. و خودشون مثلا سال 96 97 گفته بودن که ما 60 میلیارد تومان 70 میلیارد تومان فقط توی یکی از حسابا بوده مسدود کردیم. سال 97 منظورم. از ابتدای امسال، یعنی فقط در سال 97، سایت هایی که در حوزه قمار و شرط‌بندی و البته تبلیغ اینها فعالیت می‌کردند حدوداً 1500 سایت، 1490 سایت و ثبت شناسایی شده. مجموعه اینها 913 ثغره پرونده تشکیل شده در 913 پرونده در سرتاسر کشور. بله، سرتاسر کشور. و مبلغ مسدودی که در قالب این پرونده ها اتفاق افتاده بیش از 71 میلیارد تومنه، یعنی نزدیک به 72 میلیارد تومن، 71 میلیارد و 800 میلیون تومن مبالغ مسدود شده بوده. خب گردش مالی این سایت ها قابل توجهه که فقط مبالغ مسدودی انقدر هست. تو طول این سالها همین بوده، یعنی شما مدام حساب‌های بانکی رو مسدود کردید، ولی یه آدم دولتی، یه دونه رئیس شعبه بانک چسکی در یک شهرستان رو هم نگرفتید بیاید تو رسانه‌ها اعلام کنید. ولی من سوال دارم، شما این پولا رو وقتی مسدود کردید رقماشون هم بالا بوده دوستان، بالای مثلا 1000 میلیارد 2000 میلیارد بوده. سود این پول کجاست؟ سوال دیگه. آقا شما دارید خبر میزنید ما فلان شاخو میخوایم بگیریم، سوال دیگه. آقا شما این سایت هایی که مسدود کردید، خب اینا یه سودی دارن، بعد این همه پولو بلاکی کردید، خب مشخص پرینت حسابای این پولا شده بیاد بگید که بله ما مثلا یه حساب بانکی رو مسدود کردیم، 700 میلیارد تومان توش پول بوده، یا مثلا 60,000 میلیارد تومان توش پول بوده. بعد ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم آقا توی این حساب بانکی 500 نفر پول واریز کردن، عباس باتریسا، سکینه سپستون، حسن علی بقال، نمیدونم فلان چقال، ایکس وای زد، مشخصه دیگه. سیستم بانکی بله ما میدونیم و اقرار میکنیم به اینکه بله سیستم آموزشیمون مشکل داره، ما نتونستیم آنچنان باید و شاید
سایت‌های شرط بندی رو به مردم بشناسونیم که اینها کلاهبردارن. ما ضعف سیستم آموزشی داشتیم، بله ما قبول میکنیم و حالا اومدیم پولهای مردم رو به دستور مقام قضایی میخوایم بهشون برگردونیم. 1 ریال به مردم برنگردوندن. بعد الان میگن که فلانی و فلانی گرفتیم. من خودم موضوعم مشخصه، من مخالف سایت شرط بندی و قمارم، من مخالف اینم که مردم برن بازی کنن. من همیشه اعلام کردم که آقا این سایت شرط بندی کلاهبرداری ان، نرید تو این سایت شرط بندی بازی بکنید. بازی بکنید پولتون رو میبازید. دقیقاً همون حرفایی که دولت آلمان در مدارس با بچه‌ها میزنه، بهشون میگه آقا نرید تو این سایت‌ها بازی بکنید، پولتون رو میبازید. اما وقتی یه شخصی شد 18 سالش، میگن این طرف عقل داره، شعور داره، خودش میدونه بعد بره تو کازینو بازی بکنه یا نکنه. کشور جهان اول، بزرگترین قطب اقتصادی دنیا. در امریکاش هم همینطوریه. اگر الگوتون رو میخواید هر جای قرار بدید بدید. امریکاش همینطوریه، اروپاش همینطوریه، استرالیاش همینطوریه، کاناداش همینطوریه و مثلا شما آموزش میدید. الان هم دقیقاً من همین رو دارم میگم. الان فردا نگید اجازه نگید، برید یکم عمیق‌تر به این موضوعات فکر کنید. من خودم مخالف سایت شرط بندی‌ام. حداقل یه قلمش رو میدونم که میخوام به شما بگم که اینا چقدر میخوان بازی بدن مردم. یه قلمش رو همه مردم میدونن که امیر تتلو خودش اصلا سایت نداشت. بهش گفتن آقا بیا تبلیغ بکن فلان، پولو بهت میدین. سایت اصلا مال اون نبود، سایت مال دکتر بود، مال فرشید بود، پسرش مال دکتر فرشید که از اینا بود. یعنی اونا به این سایت داده بودن. بعد الان محمد امین تقویان بازپرس پرونده نمیدونه که سایت مال این نبوده، سایت مال یکی دیگه بوده. چرا اونا رو احضار نکردن؟ به خاطر اینکه اسم اینا توپلتره، دهن پرکنتره. اسم تتلو دهن پر کنه، اسم دنیا دهن پر کنه، اسم ساشا دهن پر کنه، ولی بقیه‌شون دهن پر کن نیستن. این خبر رو بدن، جو جامع و مجازی میره سمت اینا و مردم یادشون میره یورو داره میشه نزدیک 40,000 تومان، نمیدونم دلار 34,000 تومان رو رد کرد، پوند 44,000 تومان داره رد میکنه تو لحظه ضبط این ویدیو و همه چی تو اون مملکت 4-5 برابر شده. گفته خب دیگه الان وقتشه که جامعه رو مدیریت کنیم به یه سمت دیگه، وگرنه این خبر الان وایرال شدن به نظرتون مشکوک نیست؟ همه شما میدونید که برای اینا 10 سال پیش قرار بازداشت صادر کردن. همه شما هم میدونید که اینا 100 سال نمیان خودشون رو معرفی بکنن به دادگاه. پاشون برسه تو فرودگاه و گونی بردنشون. اصلا گردانی و پرسی سوالت خطاست. اصلا این چه خبریه شما در فضای مجازی وایرال کردید؟ 10 تا مستند ساختید و گفتید، بعد الان میگید بر اساس شکایت یک مرد جوان حالا به این نتیجه رسیدیم که اینو تیتر خبر کنید. شما برید اون بانکایی که با این سایت همکاری کردن رو بگیرید. چرا اونها رو نمیارید؟ چرا یک مصاحبه برعکس مثل اون مصاحبه قبلیتون نمیارید که دادگاه برای مدیرانی که توی اون شعباتشون حساب بانکی باز شده بیارید و مصاحبه کنید با اونها؟ چرا 2 تا مدیر رو نگرفتید تا الان؟ چرا 2 تا مسئول رو نگرفتید تا الان؟ چرا سودای بانکی رو نمیاد؟ آقا بیا توضیح بدید. نمیخواد به مردم برگردونید. بگید تا الان چقدر بلاکش شده و کی قراره که اینها برگرده به مالباخت‌ها و قراره با سود این چیکار بکنید. سود پول هیچی نباشه 2000 میلیارد تومنه. سودو که به مالباخت‌ها نمیدید که بگید آره شما رفتید تو این سایت پول واریز کردید، خب و خواستید بت بازی کنید، خواستید قمار بازی کنید، ما حساب بلاکی کردیم، پول شما چون مونده اینجا این سودشه. حالا چون مثلا دادگاه تشکیل شده 2 سال گذشته و ما بعد از قربونش برم تو ایران دادگاه که تشکیل میشه زیر 1 سال که بهتون جواب نمیدن. 1 سال که گذشته تو این 1 سال سود این پول شده انقدر، سهم شما شده مثلا 500,000 تومان، معادل نزدیک یه ماه یارانه شونه دیگه. اون سود ته کاسه رو کی میبره؟ چرا هیچکی نمیاد؟ چرا هیچ رسانه‌ای نمیاد راجع به اون سود صحبت کنه؟ اگر اون قمار بده، اگر اون نمیدونم پولش حرامه، اگر اون دزدیه، پس این سوده چیه؟ شما دارید دنبال شریعت میگردید دیگه. شما میگید قمار حرام بده، جیم ملت فلان بیسان بهمانه. این سوده پس چیه؟ اسمشو به ما بگید ما هم بدونیم. کجا هزینه میشه؟ آقا بگید کجا هزینه میشه. میخواید توی ساخت مسجد ازش استفاده بکنید یا توی فیزیک هسته میخواید ازش استفاده بکنید یا برای کمک به سیستم آموزشی کشور؟ کجا داره هزینه میشه این سود این پول؟ من الان قفلی زدم اون برای قضیه. اینا ظاهر قضیه است که همه میدونن. اون عمق داستان کسی نمیدونه و روش زوم نمیکنن و پول میدن به پیج‌ها که این ور قضیه وایرال بشه اون ور قضیه پنهان بشه.
حالا تا صبح الان 3 تا رو زدن، دوباره یه چاسه دیگه میره بالا. تا چند وقت پیش بعد خود منم زده بودم، دیدن فایده نداره، برای 2 نفر دیگه هم زدن. حالا بذارید مثلا یه 2 ماه دیگه بگذره 2 نفر دیگه رو میارن، همینجوری یورو داره میره بالا، آدما هم اضافه میشه. در صورت خیلی دوست دارم که واکنش مسئولین رو بدونم و یه جوابی رو بدم. مرسی که تا این لحظه اومدید. هرچند بگم که خود امیر تتلو هم گفته من مخالف سایت شرطمندی ام، گفته آقا اینها کلاهبردارن، حرف خود تتلوه و حتی میتونیم بذارید یه تیکه بذارم که خود تتلو میگه آقا این سایت ها کلاهبردار. بریم حرف تتلو هم ببینیم، حیف تو این ویدیو راجعش صحبت نکنم. سایت شرط بندی که امیر تتلو توش کار کرد کلاهبرداری و حق و ناحق بود یا نبود؟ من میخوام به شما بگم که کلاهبرداری و حق و ناحق بود. من دارم به شما میگم که بود. کار کردم، کلاهبرداری و حق و ناحق بود. همین امروز بنده به اونرهای سایت شرط بندی گفتم شما مگه به من نگفتید آقا فلانی لامبورگینی خرید نصف اسم تو، هم 20 سالی لامبورگینی خرید، بیا لامبورگینی بخر. آقا من لامبورگینی ها نمیخوام. بنده 1 سال کار کردم، 1000 نفر اومدن من گفتن دزد و کلاهبردار، 1000 تا برای شما تبلیغات کردم. هنوز که هنوزه آهنگ با تو من، آلبوم شیطان من داره پلی میشه، توش تبلیغات بت داره میشه. اون وقت اینا یه لامبورگینی که به من ندادن، به جای لامبورگینی ها هیچ. امروز زنگ زدم میگم آقا من لامبورگینی هم نمیخوام، لامبورگینی ها هم نمیخوام، تو یه دونه بی ام و آی ایکس برای من بگیر، من برای فیلم یوتیوب هم احتیاج دارم، 1 ماه بعدش هم این بی ام رو من به تو پس میدم. جواب تلفن من رو دیگه ندادن. من بعد از همکاری میتونم بگم آقا ایشون دزد کلاهبردار حق و ناحق کرده. و الان دارم به شما میگم جلوی 10,000 نفر با صدای خود امیر تتلو دارم میگم سایت شرط بندی دزدی و کلاهبرداری بود، حق خود من هم خورده شد. ولی تا قبل از این شما نمیتونستی اینو از من بخوای. تا قبل از این من با همشونم کار میکردم، از منم میپرسن کلاهبرداره، من میگفتم آقا من این بالا هستم، حواسم هم نیست، کلاهبرداری هم نشده فعلا. ولی الان کلاهبرداری شده. من خیلی با ریز دارم میگم همون آدمایی که گفتم من هنوز نمیدونم که کلاهبردار هستن یا نیستن، امروز دارم به شما میگم حق امیر تتلو خورده شده، تمام ملت ایران میدونن. یعنی امیر تتلو اندازه میلاد حاتمی نبود 3 تا لامبورگینی، یعنی امیر تتلو اندازه علی شمس نبود، یعنی امیر تتلو اندازه پویا مختاری نبود. نه، حق و ناحق شد چون امیر تتلو بلد نبود، هی بهش یه عدد قرمز نشون دادن و چون اونا بلد بودن پیگیر بودن، هی رفتن گفتن آقا این عدد ما چرا اینجوریه، لامبورگینی هاشونو کشیدن بیرون یا فیشینگ انجام دادن. من دارم امروز به صرف قاطع به شما میگم بارها و بارها گفته، خود منم بارها و بارها گفتم، خیلی هم بارها و بارها گفتم، ولی وقتی یه عده دوست دارن بازی بکنن شما نمیتونی رو پسی بزنی بگی بازی نکن. برو سیستم آموزشی کشورتو درست بکن، برو بچه‌ها یاد بده که از بچگی نرن تو این سایت شرط بندی. مگه عقل بچهای ایران فرق میکنه با عقل بچهای آلمان؟ همشون یه اندازه شما که ادعا میشه از اونها باهوش‌ترین. پس چرا اینا میفهمن ما متوجه یعنی نمیشیم؟ چجوری اینا نمیرن بازی بکنن تا 18 سالگی؟ تازه سر کوچه‌شون هم دسترسی هم راحت، قانونی هم هست، یعنی اگه برن پول واریز بکنن نمیان خفتشون کنن نزنشون تو زندان، ولی نمیرن بازی بکنن و اینکه به عقلشون برسه و بخوان یه کاری انجام بدن. مدیریت آموزش درسته، ما تو ایران نتونستیم آموزش رو انجام بدیم، حتما نتونستیم دیگه. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.